تأثیر شهر زندگی بر سبک زندگی. واجی یه گی کلاب میگن جدید باز شده، اسمش جعفر مونتراله. بیایم شب بریم اونجا، میگن دیجیش خیلی خفنه، بریم اشغال. پریسا اونی که دیشب رفتیم. آره من میگم بیا بریم اونیو بریم که سر کوچمون تازه باز شده. سر کوچه کلاب جدید باز شده؟ آره دیشب چپیه رو رفتیم، امشب راستیه رو بریم. بریم. امشب بیا یه کار هیجان انگیز بکنیم. یه ذره مثلا فان داشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا بریم مکدونالد. 3 هفته پیش مکدونالد بودم. چه خبره این همه مکدونالد؟ مگه دانشجو جماعت این همه میره رستوران غذا میخوره؟ پول نداریم. ببینیم خونش هم یه چیز درست بکنیم. چطوری؟ برنامه امروز چیه؟ بریم سوشی بخوریم؟ دیشب سوشی خوردیم. ایده دیگه ای داری؟ بریم سوشی بخوریم. هوا چقدر امروز پرفکته. آره هوا خیلی خوبه. اتفاقا دیشب داشتم از خیابون یانگ رد می شدم، تو رو تو رستوران اصغر کبابی دیدم. فکر نمی کردم اینجور جاها هم بری. کی؟ من؟ عزیزم اصلا میک سنس نمی کنه منو اینجور جاها ببینی. ما کمتر از لوکس نقره‌ای نمیریم.